یه جای مشغول به کار شدیم، یه پولی داریم میگیریم، درآمد خوبیه، یا بیزنس خودمون رو زدیم، در ابتدای کار هستیم و به یه درآمد خوبی رسیدیم. چی میشه که این خوشحالیه تبدیل میشه به ناراحتی؟ چی میشه که پولمون رو نمیتونیم پس انداز کنیم؟ چه اتفاقی میفته که کسی که بیزنسش رو تازه شروع کرده همش داره درجا میزنه با وجود اینکه درآمدش خوبه؟ تو این ویدیو 7 تا کار میخوام بهت معرفی کنم که اگر تازه بیزنستو زدی، تازه داری به درآمد خوب میرسی، اصلا نباید انجام بدی. چرا؟ چون باعث میشه که درجا بزنی و جلوی رشدت رو میگیره. تو این وضعیت اقتصادی اگر تونستی کسب و کار خودتو بزنی و به یه درآمدی برسی، واقعا باید بهت گفت دمت گرم. اما اینکه چطور این پول رو منیج کنی، چطور بیشترش کنی و چطور تو جاهای دیگه سرمایه گذاری کنی، میشه مرحله بعدی که خیلی سخته. این کاری که بهت میگم رو اگر اول کار انجام ندی، باعث میشه که رشد کنی و در آینده هر چقدر که دلت میخواد اصلا دیگه فکر نمی‌کنی به این چیزا. بریم تو کارش. ولی قبل از هر چیز، اگر دنبال توسعه فردی هستی، این کانال رو سابسکرایب. در مورد خرج کردن پول دو تا دونه دیدگاه وجود داره. یه عده میگن که آقا تا جوونی پولی که در میاری رو باید خرج کنی، عشق و حال کنی، تفریح کنی، هر چی دلت میخواد رو بخری. یه عده میگن که نه، این دونه رو الان اگر من بخورم دیگه در آینده درختی نخواهم داشت که بهم میوه بده، اون دونه رو الان میکارم. همیشه بین این دو تا دیدگاه یه جنگی هست، یه تضادی وجود داره. کدومش درسته؟ هیچکس از آیندهش خبر نداره. اما چیزی که من خوب میدونم اینه که تمام میلیونرهای خود ساخته، یک، سرمایه گذاری کردن و دو، منابع درآمدی مختلف داشتن. لذا اگر قرار بود همون اول کار که یه پولی به دست آوردن، پوله رو سریع برن خرج تفریح کنن، هیچ وقت به جایگاهی که الان هستن نمیرسیدن. دیدگاه منم اینه، اگر الان که داری پول در میاری، وقت داری و انرژی داری، این پول رو سرمایه گذاری نکنی، به خصوص تا 40 سالگیت، به خصوص تا 50 سالگیت، از یه جایی به بعد مجبوری که تو مجددا پاشی برای پول کار کنی. ولی اگر درست سرمایه گذاری کنی، منابع درآمدی مختلف برای خودت ایجاد کنی، از یه جایی به بعد دیگه اون پوله برات کار میکنه. بریم سراغش. یک، اولین چیزی که باعث میشه تو پولتو به فنا بدی و نتونی جمعش کنی، سفارش بیش از حد غذا از بیرونه. یعنی اینکه بخوای زیادی غذا از بیرون بگیری، از اسنپ فود سفارش بدی، بری رستوران غذا بخوری. ببین هیچ کس با 200-300 تومن پول غذا نیومده فقیر بشه یا جلوی رشدش گرفته بشه. ولی وقتی اون حس خوبی که لازم نیست برای خودت بخوای غذا درست کنی یا بخوای از یه ذره راه سخت‌تری تو خونه واسه خودت بخوای آشپزی کنی و غیره، نیم ساعته غذات میرسه دم خونه، کم کم میشه عادت و بعد در یک ماه یهو میبینی که تو 30 بار سفارش دادی. و همین این برای کسی که ابتدای راهه و به یه درآمدی رسیده از کسب و کار خودش سمه. برای یه نفر که درآمدش خیلی بیشتره و این مقدار در ماه هیچی نیست، اتفاقا من اینو توصیه میکنم. به خاطر اینکه شما واسه اینکه بخواید یه غذا درست کنی، گاهن شاید تا 2 ساعت وقتتون رو بگیره. بری بخری، بیاری، بشوری، آماده کنی، فلان چیز نمیدونم بپزه، بیسار چیزو کنارش بذار. ممکنه حتی آشپزی چه هم 1 الی 3 ساعت پروسش طول بکشه که تو فقط بیا 1 ربع غذا بخوری. قطعا اون موقع اگر زمانت رو اگر دیدی واسه آشپزی نذاری، واسه کار خودت بذاری، بیشتر پول در میاری، اون موقع است که اتفاقا تو باید از بیرون غذا سفارش بدی. این کاری که من الان دارم میکنم. برای من زمانم خیلی مهمتره. زمان برای من پوله و سعی میکنم که از این تهیه غذای سالم یا غذای رژیمی که میدن، غذامو در طول روز یا طول هفته اکثرا از اونجاها بگیرم. خب برای من به شخصه این زمانه مهمتره. ولی کسی که تازه بیزنسش رو شروع کرده، این براش سمه. پولش همینجوری هدر میشه. گاهن شما تا 3 برابر واسه یک وعده غذاییت مجبور میشی هزینه کنی. پس چی شد؟ یه نگاه به جیبت، یه نگاه به درآمدت و یه نگاه به ارزش زمانی که میذاری برای آشپزی بذار. اگر میصرفید، غذا از بیرون سفارش بده. اگر نمیصرفید، الان تو این مرحله نباید این کارو بکنی. دومین چیز، موردیه که من خیلی دارم تو جوونا میبینم، اونه که یه پولی که در میارن یا میرن قمار میکنن یا میان توی کریپتو یا توی بازارهای مالی بدون اینکه درست آموزش ببینن، اون پول رو به فنا میدن. معمولاً هم گیر آدمای کلاهبرداری میافتن که میگن آقا ما بهت سیگنال میدیم، بیا به کاپی ترید ما وصل شو، بیا این شت کوین نمیدونم پامپی رو بگیر، این ارزو بخر، میشه 10 برابر و کم هم نیستن. توی همین مملکت خودمون یا توی همین دبی مشاهده میکنید که افرادی میان 1000 مدل واسه خودشون ساکسس استوری و داستانهای موفقیت دارن و بعد در آخر میگن که این کوین اگر شما بخری پولدار میشی. خودشون اون کوین رو با مقدار پولی که از قبل گذاشتن قیمتش رو سوری میبرن بالا. به محض اینکه شما بخرید دیگه نمیتونید بفروشیدش و ممکن حتی قیمت بالاتر هم بره و شما توانایی اینکه اون کوین رو تبدیل به تتر کنید یا تبدیل به پول کنید ندارید.
پولتون مستقیما رفته تو ارزی که اون شخص ساخته، اونو پولدار میکنید، خودتون بدبخت میشید. پس چیزی که خیلیا میافتن تو دامش سرمایه گذاری هاییه که به ظاهر یه شبه میخواد شما رو پولدار کنه. ببین شما به سختی داری پول در میاری، شما زحمت کشیدی که اون بیزنست به بار بشینه، بخواد برات پول جنریت کنه، ولی بلافاصله یه پیشنهاد میاد که پولتو اینجا بذاری چند برابر میشه، پولتو اینجا بذاری سود میگیری. تمام جاهایی که سود ماهانه بیش از 5-6% دارن به شما پیشنهاد میدن ممکنه کلاهبرداری باشن. هیچ راه آسونی در سرتاسر دنیا برای پول درآوردن نیست. پول یعنی رفاه، پول یعنی محل زندگی خوب، یعنی ماشین خوب، یعنی سلامت، یعنی خدمات درمانی خوب، یعنی خدمات آموزشی خوب. پس یه چیز خیلی با ارزشیه دیگه. این چیز با ارزش ساده به دست نمیاد که یه نفر به شما اینو بگه اینو بخر 10 برابر میشه. پس اگر همچین چیزایی دیدین بلا فاصله بفهمید که کلاهبرداری. البته این به معنی این نیستش که ترید کلاهبرداری. خود من شغل اصلیم 7 سال 6 ساله دارم تو بازار مالی فعالیت میکنم، ترید دارم میکنم، 3 سال آکادمی آموزشی دارم و از راه درست، از مسیر درست داریم به بچه‌هایی که تو این کار میان آموزش میدیم و شاید 1 سال 2 سال و گاهن بیشتر، خیلی بیشتر طول بکشه که اون شخص به سود برسه. ولی به هر حال این بازار این پتانسیل رو داره، به خصوص الان که شرکت‌های پراپ اومدن و برای کسایی که سرمایه ندارن ولی تریدرهای خوبی ان سرمایه تهیه میکنن از $5000 تا $200,000 و در سودش مشارکت میکنن. اگر کسی واقعا میخواد تریدر بشه مسیرش هست، ولی باز هم مسیرش سخته و اونجوری که تبلیغ میشه که تو میتونی تو 1 سال 2 سال خونه و ماشین و زندگی تو از این رو برون کنی، فقط برای گول زدن توه. مورد سوم اشغال کردن بی‌رویه و برنامه کردن بی‌رویه است. میدونم به هر حال جوونی الان تو سنی هستی که شاید خیلی از همسنات بخوان هر هفته برن مهمونی برنامه کنن، واسه خودشون سفر برن، برنامه‌های جذاب. خیلی‌ها مثل تو برای اون مقدار پول زحمت نمیکشن. خیلی‌ها خانواده‌های پولداری دارن و اصلا پول براشون مهم نیست، چرک کف دسته واقعا. ولی تویی که به خصوص اول کارت هستی و الان نیاز داری که بیشتر وقت بذاری بیزنست رو رشد بدی، پولت رو رشد بدی، این برات مثل سم میمونه. بازم نمیگم کاملا بده، میتونی مثلا هر چند وقت یه بار به خود استراحت بدی، ولی یادت باشه تو مسیر موفقیت به خصوص اولاش باید از بالانس خارج بشی. باید بری تو خودت، باید وقت و تمرکزت روی خودت باشه. این که من میگم مهمونی نرو، این که من میگم وقتت رو واسه تفریح‌های الکی خرج نکن، به خاطر پولش نیست. دونگی 10 نفر میتونن بهترین ویلا رو بگیرن، بهترین اشغال رو بکنن، به خاطر وقتشه، به خاطر اون تایمیه که ازت میگیره، به خاطر اون احساس راحتیه که بهت میده. بازم میگم این که بخوای در ماه یه سری استراحت هایی داشته باشی، یه سری بریک هایی داشته باشی، کاملا اوکیه. ولی برای کسی که توی یک همچین فضای رقابتی میخواد بیزنس خودش رو راه بندازه و رشد بده، استراحت معنی زیادی نمیده، بالانس معنی زیادی نمیده. یاد باشه هر روزی که تو الکل میخوری 2 روزت خراب میشه، یکی همون روزه، یکی افتریه که روز بعدش باید. پس عملا وقتت هدر میشه. مورد بعدی نگه داشتن پول به صورت ریال. درسته باید همیشه یک مقدار به خاطر اتفاقایی که ممکنه توی زندگیمون بیفته ریال داشته باشیم، به هر حال حساب بانکیمون توش پول باشه، ولی واسه اینکه تورم کمرمون رو نشکنه و ارزش پولمون حفظ بشه، شما باید سرمایه گذاری کردن رو بلد باشی. اینکه پولتو بدونی تو با چه طلایی بخری، چه رمز ارزی بخری، کجا بری پولتو سرمایه گذاری کنی، بنا بر اون میزان پولی که داری بری زمین بخری، مسکن بخری، بیا یه بیزنس دیگه را بندازی، تبلیغات کنی واسه بیزنس خودت. تمام اینا کاراییه که به رشدت کمک میکنه و 5 سال دیگه 10 سال دیگه از خودت تشکر میکنی. ولی اگر قرار باشه تمام پولت رو ریال نگه داری، همینطور که سال میگذره از ارزش پولت میاد پایین‌تر و عملاً انگار جلوی رشدت رو گرفتی. سعی میکنم در ویدیوهای آینده به نسبت اون پولی که داری بهت فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو معرفی کنم. مورد پنجم که خیلی‌ها رو بیچاره کرده، چوسی اومدن و زندگی کردن به خاطر نظر دیگران. اینکه شما حتما نمیدونم کفشت برند باشه، لباست فلان برند باشه، باشگاهی که میری فلان جا باشه، نمیدونم فلان گوشی رو واسه خودت بخری، فلان هدفون رو واسه خودت بخری. ببین قبل از هر چیزی باید ببینی که آیا این کار رو داری برای دل خودت انجام میدی یا برای دیگران. اکثر کسایی که شروع میکنن یه بیزنسی جون میگیره، تازه یه پولی در میارن، سریع شروع میکنن به پولدار نشون دادن خودشون. این کار بسیار سمیه. یه حرف کلیشه‌ای دیدید دیگه همتون که آقا نمیدونم بیلیونرهای دنیا هر روز یه لباس میپوشن، نمیدونم بیل گیتس رو تو
صف مکدونالد دیدن و از اینجور داستان زیاد شنیدیم. من نمیخوام اینطوری کلیشه‌ای صحبت کنم، ولی حرفم اینه وقتی که یک هواپیما میخواد اوج بگیره، میخواد پرواز کنه، میگن بیشترین سوختش رو، بیشترین فشار رو همون موقعی که میخواد اوج بگیره و پروازش رو شروع کنه میذاره. بعدش دیگه یک مقدار حالا فشار ظاهرا از روی موتور هواپیما برداشته میشه. تو هم اونجایی، تو میخوای تازه اوج بگیری، بعد میای به خودت بار سنگین وصل میکنی، میای میری زیر قسط، زیر اینکه مثلا چه میدونم یک چیزی رو اومدی قسطی خریدی و باید هر ماه پولش رو پرداخت کنی. این کمر بیزنست رو میشکونه و باعث میشه که هر چیزی که در بیاری مستقیما بره واسه چوسی، مستقیما بره واسه اینکه تو دید دیگران پولدار به نظر برسی. خیلیا خانواده پولداری نداشتن، یعنی همینجوری شانس نداشتن تو این موضوع. یه سریا میبینید به دنیا میان، بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین امکانات براشون فراهمه. تو هم شاید جزو اون دسته هستی که این شانس رو نداشتی. حالا اومدی تلاش کردی، یه بیزنسی رو واسه خودت دست و پا کردی، یه جاهایی ممکنه حتی شانس هم آورده باشی. البته من به شانس اعتقاد ندارم، اعتقادم بر اینه که کسی شانس میاره که هر روز تلاش کنه. اومدی یه بیزنسی واسه خودت دست و پا کردی، دیگه به این یکی لگد نزن. دیگه اینی که واسه خودت ساختی، این ساختمونی که آجرای اولشو گذاشتی رو نزن بشکونش. اگر داری یه پولی در میاری، به خصوص اوایل بیزنس، باید سعی کنی اون پولو دوباره بذاری توی همون بیزنست، یه مقدار زیادیش رو که رشد کنه و پس فردا پول بیشتری بهت بده. مورد بعدی، اجاره خونه‌های گرون. یه دوستی داشتم یه بیزنسی زد و تو کار کازمتیک و آرایشی و غیره. درآمدش تقریبا شده بود ماهی 50-60 تومن. با یکی از دوستاش که همکارش بود، خب رو هم دیگه مثلا فکر کنم 100-150 تومن در می‌آورد. گفتن که ما برای این که بخوایم توی کارمون به هر حال یه رخ خوبی داشته باشه و غیره، هم رفتن یه کلینیک خیلی گرون اجاره کردن، هم یه جای خیلی گرون خونه گرفتن، خونه اجاره کردن. یهو خورد به اون داستانه فیلترینگ اینستاگرام و بیچاره شدن. هم مخاطباشون کم شد، هم کلاینتاشون کم شد. ورودی پول به بیزنس این دو شخص کم شد، اما خرجا سر جاش بود. دلار اگه یادتون باشه یه دفعه از 25 کند رفت بالا. اجاره اون خونه که توی فرشته گرفته بودن سر جاش بود. اجاره کلینیکی که نزدیک خونهشون گرفته بودن، حالا فکر کنم با 1-2 نفر دیگه، اون هم سر جاش بود و عملاً دهنشون سرویس شد. چرا؟ چون لقمه بزرگتر از دهنشون برداشتن. چون نگفتن که من مثلا اوکی دارم 100 میلیون پول در میارم، چرا من دارم 80% رو اجاره میدم؟ به این فکر نکردن. اومدن گفتن نه، بذار بریم یه لوکیشن خیلی خوب که بتونیم خیلی راحت تفریح کنیم، زندگی کنیم در کنار کارمون. ولی نمیدونستن که هر چیزی همونقدر که شیرین و راحت ممکنه به دست بیاد، همونقدرم راحت میتونه از دست بره. شما باید این همیشه ذهنتون باشه که هر آن چیزی که دارید ممکنه اونقدر که فکر میکنید سفت و محکم نباشه و راحت از دست بره. پس همیشه برای نگهداریش، حفظ کردنش و رشد دادنش تلاش کن. اون افراد مجبور شدن خونه رو پس بدن، کلینیک رو پس بدن و دوباره از صفر، اون موقعی که حالا یه ذره فیلترینگ شل شد، شروع کنن. اگه به سن قانونی رسیدی، درآمدت هم خوبه و خانواده‌ت هم اونقدر مخالفت نیستن، یکی از بهترین کارهایی که میتونی بکنی اینی که از خونه بری بیرون و خودت تنها زندگی کنی. خیلی‌ها با این مخالفن و توصیه من به اون اشخاصی که خانواده‌شون باهاشون اوکی ان با انجام این کار. چرا اینو دارم میگم؟ چون اون شخص سختی تنها بودن، سختی تنها زندگی کردن، به امور خونه رسیدن، به امور شخصی رسیدن رو حس میکنه و در کنارش تنهایی که باعث خلاقیت میشه رو هم تجربه میکنه. این دوتا واسه خود من خیلی جواب داد تو زندگی. ممکنه واسه شما جواب نده، ولی خب تو این چنل من دارم سعی میکنم تجربیاتم رو به شما انتقال بدم. من اینو که تو اینستاگرام گفتم، خیلی حمله کردن، گفتن آقا تو داری قانون خانواده رو به هم میریزی و اون اشخاص در واقع NPC هایی بودن که متوجه منظور من نمیشدن. منظوری نیستش که شما دل پدر مادرتو بشکنی یا بخوای بندازیشون دور و غیره. نه، شما صرفا داری محل زندگیت رو متفاوت میکنی که فرصتی بشه برای رشد و تجربه خیلی چیزا برای تو که پس فردا وقتی تونستی به موفقیت بیشتر برسی، دست اونا رو هم بگیری. این هدف واقعی این حرف و این توصیه من هستش. در غیر این صورت اگه قرار باشه یه نفر اونقدر بی جنبه باشه که با بیرون رفتن بخواد فاسد بشه و دوستاش از راه بدرش کنن، که هیچی، اصلا بزن یه کانال دیگه. در ضمن تو میری که یه سری چیزها رو تجربه کنی و رشد کنی. حق نداری ریسکای عجیب غریب کنی، چون برمیگردی دوباره جایی که بودی، دست از پا درازتر و با وضعیت بدتر. و مورد هفتم، شخص بودجه بندی بلد نیست و بودجه بندی کردن انجام نمیده. شما ریز به ریز ورودی و خروجی بیزنست رو باید
باید بنویسی. ریز به ریز درآمد و خرج‌های زندگیت رو باید بنویسی. یه اکسل درست کن از بالا تا پایین خرجایی که ممکنه در طول روز، مثلا لباس، نمیدونم اجاره است، خرید خوراکی، بیرون غذا خوردن، من یه همچین اکسلی دارم. از اون طرفم چیزایی که واسط منبع درآمده رو بنویس. آقا از اینجا 50 تومن درآوردم، از اینجا 5 تومن درآوردم، نمیدونم 3 تومن از اینجا درآوردم. باید جوری باشه که شما بتونی هر لحظه مانیتور کنی که چی خرج کردی، چقدر پول داری و چقدر میتونی دوباره خرج کنی، چقدر میتونی ذخیره کنی، چقدر میتونی سرمایه گذاری کنی و غیره. یه اکسل باید داشته باشه، اکسل داراییات. اگه ماشین خریدی، اگه یه جا زمین خریدی، اگر طلا داری، اگر دلار داری، چقدر تو بانک داری، همه اینا باید باشه. قسط و قرضات بیاد کنارش و بفهمی که مثلا آقا همینجوری من ادامه بدم سال دیگه این موقع چقدر پول دارم حدودا. همه اینا بهت کمک میکنه در انضباط مالی، در اینکه چطور بتونی جلوی خرجای اضافی رو بگیری، چطور بتونی سرمایه‌ت رو رشد بدی. اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی. وقتی میای نگاش میکنی هر دفعه، انقدر اگر منظم اینو ساخته باشی، حالا فکر کنم توی چنل تلگرام یه موردش رو درست کنم براتون بذارم، انقدر بهتون حال میده، کیف میده این کار، به خصوص کسایی که بیزنسشون تازه به پول رسیده، که حد نداره و بیشتر حواسشون به خرجاشون هست. در ضمن اینم بهتون بگم که من یه ویدیو هم در مورد نحوه صحیح بودجه بندی براتون درست خواهم کرد، ولی بخوام یه مورد ساده‌شو رو بهتون بگم، قانون 50-30-20. 50% پولی که شما در میاری میره خرج، در واقع خرجای ضروری شما میشه، مثلا پول اجاره خونه است، پول غذایی که باید بگیری، پول قسطات و غیره. 30% حالا اینجا سلیقه‌ایه، یه عده سرمایه گذاری میکنن. 20% اون چیزایی که دوست دارن رو میخرن یا پول میذارن کنار که بتونن بخرن. این قانون 50-30-20 مثلا یکی از روش‌های بودجه بندیه. من سعی میکنم که تو یک ویدیو کامل و اصولی بهتون توضیح بدم. این بود 7 دونه کار که باعث میشه سرمایه‌ت رشد نکنه و اتفاقا پولت همینجوری آب بشه، پولتو از دست بدی. یاد باشه پول مثل ماهیه، خیلی سخت به دست میاد، باید مدت‌ها صبر کنی، اون قلاب ماهیگیری تو بندازی، صبور باشی، درست کارتو انجام بدی، ماهر باشی و وقتی که اون ماهیه اومد دسته، اول که میخوای جداش کنی بندازیش توی سطل ماهیا، ماهی لیزه، سری میپره دوباره تو آب، ممکنه دوباره فرار کنه. پول درآوردن هم همینطوریه. پول درآوردن سخته، نگه داشتن پول سخته و ما برای اینکه بتونیم خرجای اضافی نکنیم اول کار، سرمایه‌گذاری یه حرفی دارن میگن من سرمایه‌گذاری میکنم که الان این مقدار کمی که هست رو نخورم که بعداً بتونم مقدار خیلی بیشتری داشته باشم. اگر الان نتونی جلوی این خرجا رو بگیری، هیچ وقت نمیتونی بگیری. اینم بهت بگم، خرج نکردن مثل یه عضله میمونه. این عضله بالاخره یه جا خسته میشه و اون جایی که خسته میشه تو دیگه هی میری واسه خودت خرج میکنی. حواست باشه گاهی اوقات تو مسیر به خودت یه سری ریواردها، یه سری پاداشها بده که این عضله هی اینجوری خسیس بازی بخوای در بیاری، یه جایی اون عضله شل میشه، همه پولتو خرج میکنی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما برای دوستاتون، کسانی که به درآمد خوبی رسیدن یا میخوان برسن، در مسیرش هستن، ارسال کنید.